روز جمعه سعید به شما بینندگان عزیز مبارک باشد. برای هر یک شما آسایشی روزگار و تمنا داریم و البته مینت داریم که هر صبح خبرها را از آزادی ویدیو منتظر میشوید. شالو گلخوجه هستم در نوید بمدودی همراهتون با توضیح ها از تاجیکستان و جهان. امروز 18 اکتبر و در پراگ همین حالا ساعت 7 است. نخست از باد و هوا برای شما معلومات میدهم. در مرکز جمهوری چک آب و هواشناسان امروز هوای بارانی را پیشگویی کردند و گرمی روزانه تا 19 درجه را تشکیل می‌دهد. در مسکو هوا ابری است و روزانه تا 15 درجه گرم می‌شود. در پایتخت تاجیکستان امروز هوای آفتابی در نظر از حرارت 24 درجه خواهد بود. سومون محمدبیکов گشتگیر شناخته توجیکی در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو میان نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد. با مدال طلا و $2,500 سرفراز گشت. این پهلوان جوان توجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 4 رقیبش از کاپ ورده، قرقیزستان، بلژیم و ایتالیا به دور نیمه نهایی راه یافت و در نیمه فینال با ساموئل گاسنیر از استرالیا غالب آمد و به فینال برآمد. گشتگیر توجیک در قوازمای نهایی گیورگی یلباکایف را از روسیه در مدت 3 دقیقه و 42 ثانیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. ضمناً سومون محمدبیکov بر همه رقیبانش با واگذاری ایپان پیش از مهلت دست بالا شد. سومون محمدبیکov ورزشگر توجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگاش و فاتح محمدبیکov تمرین میکند. و همیشه در سبقت‌های بین‌المللی تاجیکستان را نمایندگی می‌کند. سومون محمدبیکov فعلا در رده‌بندی جهانی با 1844 امتیاز در جای 31 قرار دارد. وی موقعش را در رده‌بندی المپی نیز خیلی بهتر کرده و با 1366 امتیاز در جای 22 است. با اطلاع تورنمه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو در مسابقات قهرمانی جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که در مراکش تا 20 اکتبر ادامه می‌کند، در رقابت‌های انفرادی 517 ورزشگر از 81 کشور شرکت دارند. روز 17 اکتبر در چند از نهادها و سفارت‌های تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. بر اساس امر رئیس جمهور ظفر سعیدزاده از مقام مشاور پرزیدنت آزاد و کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روسیه تعیین شده است. سعیدزاده در گذشته به حیث سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان کار کرده است. به امر دیگر خورشید زیایی معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکی تاجیکستان شده است. در این روز اسمت الله نصرالدین سفیر تاجیکستان در پاکستان، همزمان نماینده رسمی کشور در بنگلادش، اردشیر قادری سفیر تاجیکستان در اندونزیا و تایلند، سلطان رحیمزاده سفیر در نپال و شریلانکا و صادق امامی سفیر تاجیکستان در ازبکستان و همزمان نماینده کشور در اسرائیل شده است. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید روز 16 اکتبر سال 2019 در شهر بادکنج قرقیزستان با خوری کاری معاون سروزیر تاجیکستان عظیم ابراهیم با معاون سروزیر قرقیزستان ژینیش رزاقوف برگزار شده است. در حوزه این نشست واخوری نوبتی گروه‌های توپوگرافی و حقوقی هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان وابسته به علامتگذاری و تشخیص سرحدی مشترک دو کشور صورت گرفته است. یک گروه کاری تحت رئاست رئیس ولایت دیروز از وروخ و قطعه‌های بحثی دیدن نمود. وزارت کار خارجه تاجیکستان طور در سامانه خود از روز 17 اکتبر نوشته است این نشست بر اساس ملاقات پرزیدنت تاجیکستان علی رحمان با سورونبای جیمبیکov در اشخابات که 11 اکتبر صورت گرفت برگزار شده است. اما آید به نتیجه ملاقات عظیم ابراهیم با ژینیش رزاقوف و خلاصه گروه‌های کاری اطلاعات داده نشده است. سامانه وزارت کار خارجه تاجیکستان ذکر کرده است که در جریان این ملاقات در خصوص فعال نمودن تشخیص خط جانب‌ها اظهار نظر کردند و ضرورت فعال ساختن گروه دائم و عمل کننده را تاکید نمودند. پیشنهاد قانون نو عفو به پارلمان تاجیکستان بسیاری ها را برای آزادی نزدیکانشان از زندان و یا قطع پرونده آنها امیدوار نموده است. خلیلالله میرساییدov خبرنگار و رهبر پیشین کوین تاجیکستان که یک سال باز بیرون از کشور زندگی میکند و تحت جستجوی مقامات است از طرح قانون عفو ستایش کرد. منابع وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند ماده‌هایی که بر اساس آن میرساییدov گناهکار شده است شامل قانون عفو خواهد بود. خود او میگوید که به هیچ گونه
عفو ضرورت ندارد چون خود را پورا بیگناه می‌یابد. خبرنگاری تاجیک تاکید کرده است که در فرصت‌های نزدیک بیگناهی خود را به واسطه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اثبات خواهد کرد. عفو به هزاران محکوم شده در تاجیکستان ربط می‌گیرد که بسیاری از آنها کاملا بیگناه هستند. عفو به آنها ضرور است تا آزاد شوند. با این حال بسیاری از بیگناهان پس پنجره خواهند ماند، گفت او. خیرالله میرسعیدов که سال 2018 با جرم اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها و پخش معلومات بر دروغ محکوم شده و سپس با پرداخت جریمه از زندان آزاد شد، به کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد مراجعت کرده است. او در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کند و در تماس با رادیو آزادی گفت چاره دیگر برای اثبات بیگناهی‌اش نمانده است. بعضی از حقوقدانها میگویند قانون عفو تنها نسبت به آن محکوم شده های تطبیق میگردد که به گناه خود اعتراف کردند. ضمناً امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اکتبر طرح قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به پارلمان فرستاد. مقامات گفتند قرار است قانون تا جشن 25مین سالگرد قبول سرقانون تاجیکستان که روز 6 نوامبر امسال تجدید خواهد شد مورد اجرا قرار میگیرد. قانون به بیش از 20,000 گمانبران، عیبدار شونده ها، سودشونده ها و محکوم شدگان تطبیق می‌گردد. ولی معلوم نیست آیا این عفو به افرادی که به گفته پیوندانشان و سازمان‌های بین‌المللی با انگیزه‌های سیاسی و حمایتشان از مخالفین در زندان هستند دخل دارد یا نه. معاون پرزیدنت امریکا پس از ملاقات با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت دو طرف به سر آتشبس در شمال شرق سوریه به توافق رسیدند. مایک پنس شام 17 اکتبر در نشست خبری در انقره گفت عملیات نظامی ترکیه به مدت 120 ساعت یعنی برابر به 5 روز بازداشته می شود تا نیمه نظامیان کرد از خطی تعیین شده یعنی بیش از 30 کیلومتری مرز با ترکیه عقب نشینی کنند. بعد از اعلان این خبر مولود چاوشوغلو وزیر کار خارجه ترکیه گفت این آتشبس نیست بلکه توقف موقتی عملیات می باشد. وی در نشست خبری در استانبول ذکر کرد که ما فقط می توانیم حمله ها را تا زمانی که عنصرهای تروریستی از این منطقه عقب نشینی کنند باز داریم. ترکیه نیمه نظامیان کرد معروف با نام یگانه های مدافع خلق را سازمان تروریستی می خواند. در همین حال پرزیدنت دونالد ترامپ توافق با ترکیه را به معنای نجات جان میلیون ها نفر دانست و در پیام در توییتر از رجب طیب اردوغان و همچنین از مایک پنس و مایک پامپئو تشکر کرد. ترامپ در روزهای اخیر به خاطر تصمیمش درباره خروج نظامیان آمریکایی از شمال سوریه هدف انتقادهای شدیدی از طرف اعضای حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه بوده است که باور دارند وی با این اقدام کردها را به حمایت گذاشته است. کردها در نبرد به ضد گروه تندروی دولت اسلامی متحد کلیدی آمریکا بودند و عملیات نیروهای ترکیه در شمال سوریه روز 9 اکتبر شروع شد. یک تاجیکی مقیم شهر سنت پترزبورگ شرکت هواپیمایی سومون ایر تاجیکستان را به فریبکاری عیبدار کرده میگوید با گناه نمایندگی شرکت تجهیزات طبی او را در روسیه مصادره کردند. اما مسئولان سومون ایر برعکس این نفر را گناهکار میکنند که نیت داشته است تجهیزات طبی را غیر قانونی به دوشنبه برساند. محمد یونس سعیدov شهروند 27 ساله تاجیکستان میگوید 9 ماه پیش میخواست در هواپیمای سومون ایر تجهیزات طبی را به دوشنبه انتقال داده بدهد. وی روز 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت نمایندگان سومون ایر در سنت پترزبورگ تجهیزات طبی را از او گرفته وعده دادند که به دوشنبه میرسونند. مشکل به گفته سعیدov زمانی سر شده است که کارمندان سومون ایر دستگاه را غیر قانونی همچون باگاژ مسافر ثبت کردند. 110 کیلو برآمد و برای انتقال به نمایندگان سومون ایر 35,000 روبل روسی سپردند. از بین چند وقت نگذشته کارمندان گمرک فرودگاه در یک جای جمع شدند. وقتی پرسیدم چی گپ شد گفتند مسافری را بازداشت کردند که میخواست تجهیزات طبی را غیر قانونی از روسیه به بیرون برد، گفت محمد یونس سعیدov. مسئولان شرکت سومون ایر گفته های محمد یونس سعیدov را رد کرده خودی او را با آن عیبدار میکنند که تلاش کرده است تجهیزات را همچون باگاژ مسافران به دوشنبه بفرستد. سعیدov سند در دست ندارد که پرداخت 35,000 روبل را به نمایندگان سومون ایر تصدیق کند. در سند اداره گمرک فرودگاه پولکوی سنت پترزبورگ که به دست رادیو آزادی رسید گفته می شود روز 24 فوریه حسین تورایف یک شهروند تاجیکستان را با گمان قاچاق تجهیزات طبی دستگیر کردند. تورایف فعلا در تاجیکستان است ولی نخواست در این باره صحبت کند. با این قضیه دوستانی نقلیاتی تاجیکستان نیز دخالت کرده. نسبت به خسرو نسیمov سردار شعبه نمایندگی شرکت سومون ایر برای سری وقت
وقت بررسی نکردن مراجعت‌های محمد یونس سعیدов پرونده حقوق ویرانکنی مأموری باز نموده است. به همین ترتیب تجهیزات طبی مورد بحث سومون ایر و محمد یونس سعیدов در فرودگاه پولکا بازداشت شده تصمیم نهایی را در این باره دادگاه میگیرد که این دستگاه یا به صاحبش برگردانده می شود یا به فایده دولت روسیه مصادره خواهد شد. مقامات تاجیکستان به شکار بی‌محدود حقوق‌های وحشی در کشور اجازه دادند و سببش را حمله‌های حقوق‌های وحشی به کشتزارهای مردم معنی داد کردند. ولی بعضی از کارشناسان میگویند بازگذاشتن شکار و یا پره از بین بردن حقوق‌های وحشی میتواند توازن طبیعت را ویران کند. شکار یک حقوق وحشی در تاجیکستان 100 سومانی برابر به تقریباً $10 آمریکایی مقرر شده است. بر اساس قراری حکومت به جز از فصل بهار در موسم‌های دیگر شکار خوک اجازه است. مقامات میگویند شماره خوک‌ها در کشور در 4 سال اخیر 2 برابر بیشتر شده به حساب آنها به 70,000 سر رسیدند. بر اساس قراری حکومت به جز از فصل بهار در موسم‌های دیگری شکار خوک اجازه می باشد. خلیل کریموف طبیعت شناسی تاجیک میگوید افزایش خوک و زیان رساندنش به کشتزارها سبب شده است ساکنان آن را بی‌رحمانه شکار کنند. 2 سال پیش هجوم خوک به ساکنان نیز ثبت شده بود. در تاجیکستان حالا شکاری تیرمویی سر شده است. ارزانترین جانور که شکارش محدودیت ندارد در موسم نه برای خارجیان خوک وحشی می باشد. و بینندگان عزیز چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز یادآور می شویم که از سوی بانک ملی هر روز تعیین می گردد. به همین ترتیب $1 9 سومانی و 69 درم است. 1 یورو برابر است به 10 سومانی و 77 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی و 30 درم ارزش دارد. سپاس میگویم که ما را تماشا کردید در این چند دقیقه در صبح بر وقت و فراموش نکنید که من شما را بازم منتظر می شوم در برنامه‌های بعدی با خبرها و گزارش‌های جالب. روز خوب داشته باشید و بار دیگر روز جمعه سعید را برای شما شاد باش میگیم.